یارابون فرزانه ایمنیده. قلبی او در زیر خاک هم یادی فرزند میکند. امروز 8 مارت است. صبح در کره چونکه آنها انتظار سخنهای رحمت به شوهر مهربان و غمخوارم برای سببی که ما کار میکنیم تنها چون در بودنش قدرشان کنید تا که دیر نگردد. اید آمد و ای جانا قربانی تو جان بادا، صد عاشق و مشتاق سوی تو دوام بادا. سلام، فرزانه هستم با شما در یوتیوب کانالی لایفستایل این کوریا. انیاسه یارابون، فرزانه ایمنیده. خوش آمدید به کانالی اویلوی ما. امروز 8 مارت است. صبح در کره افسوس که کلندر سرخ نیست، یعنی روزی کاری است. عین حال ما همراه کودکان به صدیق رفته ایستاده ایم و پگاه باشد نصیب باشد 9 مارت روز انتخابات پرزیدنت است. در کره کلندر سرخ است، یعنی ما استراحت میکنیم. امروز باشد با کار میرویم، روزی کاری است. نیکبخت جانی من، بچه جانی من در این روز، یعنی در روز مادران میخواهد که همه مادران رو با روز عیدشان تبریک نماید. خوب تبریکات نیکبخت جان رو میشنویم، بعدم باز برنامه رو ادامه میدهیم. جانی اوچه، حیاتی اوچه، در زبان شیرینت صدقه. زبان شیرینی اوچه، همیشه زبانت انا همین گونه شیرین و برو باشد. وقتی تو شاد هستی من نیز خوشبختم. در برابر تبریکات فرزندم من نیز مادر جان خود را اینچنین در سیمای مادرم تمام مادران روی عالم را، اینچنین زنان را با این روز عیدشان با یک ترانه حساس تبریک میکنم. مادر، در زیر این 5 حرف چقدر صمیمیت، خوشگفتاری، خوشرفتاری، بزرگی و مجسمه خاکساری نهان است. مادر، مهر و محبت بی آخر نسبت فرزند، آسایش و آرامش دل فرزند، درمان بخش دردها، دولت دنیای فرزند، الله‌های تکان بخش نسبت فرزند، روح و روان فرزند، آرامش جان فرزند. در عالم مقدسترین از مادر موجودات نیست. اول خدا، بعداً مادر. از اینجاست که ما او را مقدس می شماریم. در لحظه های دشوارترین نامش را به زبان می گیریم و می گوییم مادر جان، آه مادرم. تا وقتی تولد فرزند نام او هر لحظه و هر ثانیه ورد زبانی ماست. چون در غریبی هستم، هر زمان هر لحظه یادی مادر مرا می کشد. دعایم ده که مادر جان صحت و سلامت نزدت برگردم. یک دعای شما دعوای هزاران درد و رنج فرزندان است. سینه پرمهر مادر تا ابد آسوده نیست. قلبی او در زیر خاک هم یادی فرزند می کند. دوستان عزیز، نه تنها در 8 مارت مادران به فکر ما، یعنی به یاد ما زنند و ما به آنها زنگ زده تبریک نماییم و به دیدار آنها رویم. بگذار هر لحظه و هر ثانیه و هر دقیقه به یاد مادر باشیم، به آنها زود زود زنگ بزنیم و آنها را نوازش کنیم، چون که آنها به نوازش ما نیاز دارند. شخصانی که به مادران خود تا حال زنگ نزده اند، یعنی تبریک نکردند، خودی حاضر برخیزید و به زنان و مادران خود زنگ زده با سخنهای پرمهر زیبای خود قلب زیبایشان را شاد گردانید، چون که آنها انتظار سخنهای شیرین شمایند. مادران هستند که ما هستیم. بعد سری آنها
زندگی معنایی ندارد، چون در بودنش قدرشان کنید تا که دیر نگردد و پشیمان نگردید. مهر و محبتی که مادر دارد از همه مهر و محبت ها بلند است. در خاندانی که از مهر و نوازش و فیض و نصرت زن بهره‌ور نیستند آنجا برکت نیست. بیهوده نگفتند سعادت زندگی در کلمه زن نهفته است. عید مبارک آچه جان، خواهران و بانوان عزیز. رحمت به شوهر مهربان و غمخوارم برای تحفه گران ارزشش. هر لحظه دلی مرا شاد میکنی. خدا دلی شما را همیشه شاد گرداند. او نه تنها در آن همین روز بلکه در روزهای عادی همیشه دلی مرا شاد میگرداند. از سببی که ما کار میکنیم تنها روزهای استراحتی ما رو به تماشا میبرد، یعنی روحی ما رو بریده میگرداند و اینجا باشد ما اهل عائله به استراحت رفته بودیم، یعنی هم دل کودکان را شاد گردانیدیم و هم خاطر خود را بریده گردانیدیم. به باغ حیوانات اینچنین به باغ دینازورها رفتیم. دوستانی عزیز، در اینجا باشد همراه شما خیر خوش میکنم. در پناه اسمت خدا باشید. بار دیگر عیدتان مبارک باشد. همیشه خداوند همه مادران و بانوان و خواهران عزیز را در پناه اسمتش نگهبان باشد. 여러분 더 만나요. 안녕. 최앞장에 서신 우리 후보님께서 소속에서 이기셔서 백신 패스. قربانی تو جان بادا صد عاشق و مشتاق سوی تو دوام بادا. عید آمد و ای جانا قربانی تو جان بادا صد عاشق و مشتاق سوی تو دوام بادا. صد تر بهار آید صد لعل و نهار آید ای غنچه